محترم الحاج ملا محمد عیسی ثانی وزیر فوایدنامه امارت اسلامی افغانستان روز گذشته با محترم جمشید خواجایف معاون صدر اعظم کشور ازبکستان در ارگ دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف در مورد گسترش همکاری های اقتصادی و ترانزیتی میان افغانستان و ازبکستان و شماری از پروژه های مهم زیربنایی در بخش خط آهن بحث و تبادله نظر نمودند. در آغاز این دیدار در مورد تعیین تاریخ آغاز مطالعات پروژه خط آهن افغان ترانس گفتگو صورت گرفت و دو طرف بر پیشبرد این پروژه مهم منطقه‌ای تاکید کردند. همچنان توسعه بندر ترغندی از دیگر محورهای این نشست بود. معاون صدر اعظم ازبکستان ضمن ابراز آمادگی کشورش برای سرمایه‌گذاری در توسعه این بندر آن را گام مهمی در راستای تقویت همکاری‌های ترانزیتی و تجارتی میان دو کشور عنوان کرد. در ادامه دو طرف درباره پروژه خط آهن هرات مزار شریف نیز بحث کردند و جانب ازبکستان علاقمندی خود را برای سرمایه‌گذاری در این پروژه ابراز نمود. افزایش حجم انتقالات اموال تجارتی از طریق بندر حیرتان نیز از موضوعات دیگر این دیدار بوده. در این زمینه دو طرف بر افزایش سطح انتقالات، توسعه همکاری‌های ترانزیتی و فراهمسازی تسهیلات لازم برای تاجران و منظور تسریع جریان تجارت و ترانزیت تاکید کردند. همچنان دو طرف در مورد جریان انتقالات اموال تجارتی از طریق شاهراه سالنگ‌ها بحث و تبادله نظر نمودند و وزیر محترم فوایدنامه اظهار داشت که به منظور تأمین سهولت ترانزیت کار بازسازی اساسی شاهراه سالنگ‌ها در ادامه کارهای قبلی با سرعت جریان دارد. محترم الحاج ملا محمد عیسی ثانی در این دیدار اطمینان داد که کشور ازبکستان می‌تواند با رعایت اصول، قوانین و معیارهای امارت اسلامی افغانستان در بخش یاد شده سرمایه‌گذاری و فعالیت کند و همچنان بر همکاری و حمایت وزارت فوایدنامه از پروژه‌های مشترک تاکید کرد. در پایان این دیدار دو طرف بر گسترش همکاری‌های اقتصادی، توسعه روابط ترانزیتی و تقویت روابط دو جانبه میان افغانستان و ازبکستان تاکید کردند و این همکاری‌ها را در راستای تأمین منافع مشترک دو کشور مهم و سودمند دانستند.